عزیزان گرامی، مردم شریف و آزاد ایران، دولت‌های دموکرات و آزادی‌خواه، سازمان‌ها و مجامع بین المللی، ما اینجا تجمع کردیم تا خاطره بزرگداشت انقلاب شکوهمند مردم ایران را در تمام ابعاد آن گرامی بداریم. انقلابی که با خون مردم ایران گلگون و به ثمر رسید، ولی به دست مشتی آخوند مرتجع مصادره گردید. کشوری که میرفت الگویی از انقلاب دموکراتیک و ملی باشد، تبدیل به بدترین نوع دیکتاتور زمان گردید. این نظام گذشته از اینکه ایران را به یک زندان بزرگی تبدیل کرده است که در آن زندان از هیچ گونه حقوق بین المللی انسانی خبری نیست. اعتیاد، بیکاری، بیماری، بی‌اعتمادی، فقر و گرسنگی، ناامنی و نگرانی در تمام سطوح و شئون زندگی مردم ایران به بدترین نوع خود حکم فرماست. جمهوری اسلامی از بدو انقلاب بهمن تا به امروز به هیچ کدام از اهداف انقلاب و خواسته‌های مردم ایران وفا نکرده است. حتی برخلاف تصور، این انقلاب از طریق اسلامیزه کردن جامعه به سبک فلسفه ولایت فقیهی موانع ناهنجاری در زندگی روزمره مردم، جوانان و به ویژه زنان و ملیت‌های ایران حتی در صلح و امنیت منطقه و جهانی ایجاد کرده است. کارنامه این نظام جنگ خانمانسوزی 8 ساله، 31 سال سرکوب مداوم مبارزات بر حق مردم ایران به ویژه مردم کرد در کردستان و سایر ملل دیگر ایران است و امروز نیز منطقه و جهان را به سطح یک جنگ تمام عیار خانمانسوز رسانیده است. مردم ایران با تجربه 31 سال از جمهوری اسلامی ایران و نظام ولایت فقیهی به این نتیجه رسیدند که تغییر در سیاست نظام در راستای منافع مردم غیر ممکن است. دیگر اعتماد مردم به حکومت جمهوری اسلامی از دست رفته و نه این حاکمان قادر به حکومت کردن هستند و نه این نظام قادر به بقای خود خواهد بود، چون خواست و مطالب مردم ایران از سطح دانشگاه و طیف روشنفکری گذشته و همه‌گیر شده است، چون پایمال شدن حقوق مدنی، سیاسی، انسانی گریبانگیر همه احوال مردم ایران شده است. امروز مردم ایران در قالب جنبش سبز اقدام به خیزش همگانی نموده است. جنبش سبز نتیجه خودآگاهی مردم ایران است. خواست و مطالب مردم ایران که امروز به سطح شعور ملی و عمومی رسیده است و دیگر فقط تنها نخبگان نیستند، بلکه کل احاد مردم ایران آگاهانه و شجاعانه وارد میدان مطالب آزادی و گزینش دموکراسی هستند و تا رسیدن به حقوق فردی، اجتماعی، سیاسی و ملی خود تا پایان خط این مبارزه را ادامه خواهند داد. لذا لازم است که جنبش سبز در سطح کشور خود را سازماندهی نماید و برای رسیدن به اهداف عمومی مردم ایران پلتفرمی تقدیم نماید به دور از سازش که از نظر مردم ایران قابل قبول و از نظر جامعه جهانی مورد پسند باشد. امروز احاد مردم ایران به طور کلی و ملیت‌های ایران و زنان به طور اخص خواهان آزادی و دموکراسی و حقوق از رفته خود و تأمین و تضمین آن مطابق با میثاق‌های بین المللی هستند و جمهوری اسلامی مصمم در سرکوب آن و مسلم است مردم ایران بدون هیچ گونه سازشی این مبارزه را تا سقوط این نظام ادامه خواهد داد. جمهوری اسلامی باید متوجه شده باشد که مردم ایران از نظام ولایت فقیهی سلب اعتماد اخلاقی و حقوقی و سلب ایمان عقلانی کرده‌اند. در نتیجه هیچ فرد مقام و قانون این نظام برای مردم ایران قداست ندارد و مردم نه آنکه خود را ملزم به دفاع از آن و اجرای آن نمی‌دانند، بلکه در شکست و سرنگونی و نبود آن تلاش می‌کنند. و از طریقی نظام جمهوری اسلامی ایران باید خوب آگاه باشد که قطعاً
ابزاری که در حال حاضر از آن در فشار به مردم استفاده می کند ابزاری انتحاری است و نهایتاً به نابودی خود او عمل خواهد کرد. زنده باد اتحاد سراسری مردم ایران، شکومند باد اهداف انقلاب 57 سراسری مردم ایران. مرگ بر استبداد، زنده باد مردم ایران. حزب دموکرات کردستان ایران، کمیته سوئد. مرگ بر